السلام علیکم بیننده های ارجمند. برنامه در صحبتی صاحب دلان مهمان خانه های شماست. در صحبتی ما رئیس شورای علمای دینی ولایت حاجی حسین موسی‌زاده اشتراک دارم. استاد شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. سلام باشید. بیننده های ارجمند، دور نیست آن سنه‌ای که دیروز گوییم قریب که از خاطر من نمی‌رود که گویا دیروز بود آن سنه 17 مای که ما از فرارسی ماه شریف رمضان درک داده بودیم و گفتیم و استاد در برنامه اولین برنامه ما اشتراک کردند و آغاز کار این برنامه و گفتیم که این نخستین برنامه ما و دوام این ماه ما سلسله برنامه های خود را وابسته به این موضوع هایی که برای منفعت جامعه است مطرح کردیم و اینک ما در آستانه تجلیل عید سعید فطر قرار داریم. آن یک ماه گاه همیشگی وقتی صحبت ها احساس می شود که اینقدر این ماه پربرکات است، ماه خیر و احسان است، ماه است که ماه عبادت، ماه پاکشوی است و ما همیشگی چون انجام ماه رمضان آمادگی میگیریم به تجلیل عید سعید فطر، عید سعید رمضان. استاد من میخواستم همیشگی ما وقتی همین در مورد گوییم آمادگی به تجلیل عید سعید فطر همیشه که اولین گوییم سخن از آمادگی که مثلا ما چگونه آمادگی گیریم. من میخواستم یک نکته را برای شما از شما پرسیدنی باشم که اصلا همین قبول و گسیل کردن ماه رمضان آداب دارد و آن چگونه است استاد؟ محترم تماشابینان عزیز، اولا السلام علیکم. البته مولای الهام جان، ما شکر میکنیم که در یک دیار تنج و آرام زندگانی میکنیم، در یک مذهب تحمل پذیر عمل میکنیم. خصوصا ارزش های دینی ما، ارزش های ملی ما قدر کرده می شود. بینید در یک سال عبادت ها مثلا نماز هر روز است، زکات در یک سال یک مراتب داده می شود، بله. حج در عمر یک مراتب است و روزه ماه شریف رمضان هم 12 ماه باشد، 11 ماهش انسان یعنی روزه ندارد می شود. یک ماه پروردگار برای بندگان مؤمن امر کرده است که یک ماه روزه دارید. البته این حکمت های زیاد دارد. بله. و از آن جمله چون شما گفتید باید آداب خودش را دارد. انسان باید آدابی هر یک چیز را به جا بیارد. آدابی طعام خوری است، آدابی لباس پوشی است، آدابی راه روی است، آدابی عبادت است. حتی در عقیده هم منظم آداب هایی است که انسان باید یک چیز را گوید، بعضی چیزها را گفتن درست نیست، یعنی انا همان هم آداب است. خصوصا ما شکر میکنیم که در این یک ماهی که ما سپری کردیم و عید سعید فطر آمدن، اولا من از نام خادمان دین، از نام خادمان مسجد مرکزی شیخ مصلح الدین همه تماشابینان عزیز را، خصوصا کارکنان این تلویزیون شما را مبارکباد میگویم. البته عید پیش از آن که ما یک عبادت را جمع بست کنیم فکر میکنیم که ما چی کار کردیم. بله. مثلا نتیجه گیری میکنیم. ماه مبارک رمضان صفت های زیاد دارند. ماه نزول قرآن است، ماه عبادت است. یعنی بنده باید در همین ماه عقیده ایش را پاک گرداند. بله. یعنی به اخلاص روزه دارد. دیگرها روزه داشتن منم میدارم گفته که گپ نه، باید وای از روی عقیده هم تیار باشد که من برای خدا روزه میدارم، خالصاً لله روزه میدارم. روزه داشتگیش باید به وای منفعت رساند. باید که من روزه داشتم سلامتیم خوب شد، یعنی در نیتش همان چیز باشد. دوم ماه مبارک رمضان ماهی دستیاری به کم بضاعتان و یتیمان و بیچارگان و هست که خدای تبارک و تعالی میگوید که بندم تو فقط نخوردن و نآشامیدن نه، این و دیگران یک رحم و شفقت کردن، دستیاری دراز کردن. در این ماه مثلا
یک نفر یک خیر میکند. حتی پیغمبر علیه السلام گفتند که شما یک نیکی کنید، شما خیر و احسان کنید. بعضی ها گفتند که یا رسول الله ما دارا اغنیا نیستیم که ما مثلا خیر کنیم. گفتند که ولو جرعت لبنین، یک نصف پیاله به شیر باشد هم یک کس بدهید، یا یک کاسه طعام باشد هم یک نفر بدهید، یا حتی نصف نان باشد هم که همسایتان بدهید، خیر است، کار خیر است. من فکر میکنم که در همین ماه مبارک رمضان مردم ما بسیار کارهای خیر کردن، کارهای ثواب کردن، حتی تا اون درجه رسید که مردم به یتیم خانه ها و به خانه های پیران سالان دستیاری دراز کردند، آدمان کم بضاعت را خبرگیری کردند و به بیماران دستیاری دراز کردند. حتی بعضی ها در همین ماه مبارک رمضان کوچه خود را اصلاح کردند، اسفالت کردند، یا که همین ماه مبارک رمضان است بیا همه کاری خیر کنم گفته زکات مالشان را به کم بضاعتان رسانیدن. ماه مبارک هم البته با آخر رسید استاده‌اند. اصلا معنای عید جنبست عبادت است. مثلا دو عید هست، عید قربان این جنبست عبادت حج است. وقتی که حج مکمل می شود، مثلا مینا می روند، عرفات می روند، فرض بجا می آید، می بیایند، طواف می کنند، همه آنها که مکمل شدن عید می کنند. یعنی یک روز خرسندی است، با 2 رکعت خواندن نماز تجدید عید می شود. ماه شریف رمضان این دوم عید ما است، یعنی غیر از عید قربان عید رمضان که عید کلانترین است در دنیا برای مسلمان ها، این جنبست یک ماه عبادات است. بله. مثلا من روز پنجشنبه ماه تمام می شود، روز جمعه ماه نو است. یک ماه روز ماه شریف رمضان که تمام شد، ماه شوال، اول ماه شوال روز جمعه ما نماز عید میخوانیم. معنای عید خرسندی است. در روز عید کارهای خیر، کارهای ثواب کردن است، جنبست عبادت است که همه جمع شده در یک جا دعا میکنند که پروردگار همه عبادت ما را به درگاهت قبول فرمای. یعنی هم روزی استراحت است، هم روزی خیر و برکه است. البته این رو باز شریعا معین میکند. مثلا امسال روز جمعه روز عید است، عید سعید فطر است. بعضی ها میگن که برای چی امسال 29 روز شد؟ بله. این سوال جدا هم بسیار است. که سوال نوبتی شما بود، من از سوال پیشتر جواب دادم. که منم درک کردم که این چیز رو مردم میپرسن. بله. که مردم ما با عادت نشده است که 29 روز دارن. فقط 1-2 سال پیش یک بار 29 روز داشتیم ما. زمانهایی بود که علم ترقی کردگی نبود، یا که همان ماه رو معین کردن در هر دهه و مثلا شهر و ناحیه ها اختلافات زیاد بود. امروز مثلا خوجند می داشت، روز آینده مثلا استراوشن می داشت، عید هم همین خیل بود. لیکن امروز باید ما علم را در مد اول گذاریم. حاضر علمی مثلا استرافیزیکا معین کرده است که بعد چند ماه مثلا آفتاب میگیرد، در کدام ساعت آفتاب میگیرد، در یعنی چنانی میگن آفتاب سایه میگیرد یا ماه میگیرد. خیر زمین لرزه بسیار مشکل است، دیگه این چیزها رو معین کرده اند. اون چیزهایی که در فلک هست و با چشم دیده می شود علم معین کرده است. و علم معین کرده است که کدام ساعت طلوع ماه می شود، کدام ساعت غروبی ماه می شود، کدام ساعت طلوع آفتاب می شود، کدام ساعت طلوع غروبی آفتاب می شود. دقیقه هاش خطی معین شده است. با شریعت اختلاف ندارد استاد؟ نه، شریعت علم رو قبول می کند. مثلا در شریعت از قدیم الایام باید ماه رو با چشم می دیدن، فردا روزه می داشتن. امروز باید ماه رو با چشم بینیم، ماه نو رو، فردا روزه داریم. و وقتی که رمضان تمام می شود ماه نو رو بینیم، فردا عید کنیم. اکنون برای این البته تمام دنیا
این حدیث رو قبول میکنند، این چیزی اساسی است. لیکن این معین کرده است که در کدام ساعت با چشم دیده می شود. مثلا وقتی که ما به شورای علمای جمهوری به انستیتوت استروفیزیکا مکتوب دادن، اونها معین کرده گفتن که مثلا روز پنجشنبه غروب آفتاب ساعت 20 می شود، ساعت 8 بیگاه غروب آفتاب می شود و غروب ماه باشد 8:30 می شود. از این معلوم می شود که بعد غروب آفتاب با 30 دقیقه دیگر ماه با چشم دیده می شود. اما حدیث موقع خودش را در اینجا یافت، یعنی ما با چشم خود دیده می توانیم روز پنجشنبه ساعت 20 بیگاه، یعنی ساعت 8 بیگاه اگر غروب آفتاب شود، بعد غروب آفتاب ما برآمده نگاه کنیم، البته ماه را دیده می توانیم. ماه نو را فردا روز عید است. و از قدیم الایام در هزار ساله ها گذشتگان ما با یک حساب داشتن، حساب احجازده بود و حساب با رقم حساب کرده می شود. مثلا این سال هر سال مثلا حاکم خود را دارد، مثلا سالی حاضره حاکم سال این ه است یا واو است یا دیگر است، همان حساب میکنن، یعنی حرف ها هست. مثلا احجازده بود 8 حرف است، 8 حرف هر یک 8 سال به یک بار دور میزنه. همان حرف مثلا سال 1439 واو است، مثلا ابجد هو واو 6 است. در حساب ابجد حرف واو 6 است. از آن مثلا ماه ذی‌الحجه به دهزاج، از آن ماه شریف رمضان هی است، هی 5 است. برای همان اینا جمع میکنن. مثلا اگر یک باقی ماند یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه. اگر 6 باقی ماند روز جمعه و مثلا عید می شود. امسال که 6 باقی مانده است، برای همان حساب روز جمعه روز عید است. هم این حساب اجازه بود و موافق، هم حساب رویت با موافق که علم معین کرده است، با چشم دیده می توانیم. یعنی امسال من حتی اداره دینی مسلمانان ازبکستان ما رو دعوت کردن، اداره مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان رو و قرقیزستان، قزاقستان، همه با طریق تلفنی که حاضر هستند وسایل اخبار البته معین میکنند، اونها هم اعلان کردند که روز جمعه یعنی 29 روز، یعنی در شریعت اگر ماه گذشته 30 باشد رمضان 29 می شود، ماه شعبان اگر 29 شده باشد ماه رمضان 30 می شود. این یگان اختلافی نیست. یعنی گذشتگان ما برای چه روز 29 روز نداشتند و 30 روز داشتند، اون دوره ها امروز باید ما در عالم هم علم رو قبول کرده توانیم و اختلاف نکنیم که در تمام دنیا 29 هست، تاجیکستان 30 باشد نمیشه، چون تمام دنیا 29 رو امروز مثلا قبول کرد. خب بعضی مثلا استاد در حاشیه همین گپ که مثلا بعضی ها اگر گویند که نه من باید 30 روز دارم و حتی اگر روزی این دیگر روزه گیرد، این علاقه جایز نیست، گناهکار میشه، چون که خلاف شریعت، خلاف مذهب، خلاف فتوا که وقتی کار میکند و گناهکاری عظیم میشه. تشکر استاد. استاد یک نکته که ما در سوال قبلی گفتیم، من هم یک حالت مشاهده کردم در مورد اجرا کردن عملهای خیر. روزی در یک مغازه می‌دارم 4 جوان در دستشون یک روی خطی اون خراجات نامه در دست دارند و هر یک نفری مثلا یک قطعه روغن، شکر، قند دیگر و احساس کردم که آنها جای خرید کرده شدن و یک عمل خیر رو انجام داده شدن. راستی ذوقم آمد، چون جوان ها خیلی جوان هم هستن، مثلا حدودی همین 25 28 ساله. بعد راستی ذوقی پرسیدن بالا گرفت، کسب ما همین خیلی. من گفتم این کار عمل خیر است، گفت بله در محل طایفه هستند که مثلا
هم ایادت میکنیم، هم یک کار خوب که مثلا ما همسینفا یک عهد کردیم که همین کار اجرا کنیم. من راستی تشکرم گفتم به خاطر اون که اونها خودشون اقدام کردن و همین گونه حالت این سال مثلا در آغاز رمضان چند حتی از دعوت خود جناب عالی بود دعوت کردن، گفتن که چون هر رمضان شما برای چه نرخ‌ها رو در بازار بالا میکنید تا خوب این سال اینقدر مثلا واقعا احساس شد که دیگر نرخ‌ها بالا نرفت، برعکس پایان رفت، که احساس شد که نرخ‌ها پایان رفت. مردم ان همین مراجعت ان همین دعوت ها رو امروز احساس می شود که دعوت به کاری خیر امروز واقعا از جانب مردم پذیرفته شده، مردم شناخته ایستادن. استاد همینطور درست میگن که سخن پادشاه پادشاهی سخن هاست. بله. وقتی که رهبر دولت یک چی رو گفتن، البته تأثیری وی از دیگر سخن ها زیادتر است. مردم امروز پیشوای خود را البته احترام میکنن. وقتی که در ملاقات با اهل جماعتچگی در شهر دوشنبه بود، در حقیقت جناب عالی اون سخنهایی گفتن همش آیات قرآن از حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق مذهب بودن و گفتن که مردم شما کار خیر کار نیک را انجام دهید. من ماه رمضان آمده استادیم، شما نیکی کنید، شما به عمه خود، خاله خود، تقای خود، همسایه خود، اطرافیان خود نیکی کنید. بله. از این سخنی بهترین نیست، این سخنی قرآن است. وقتی که گفتن شما زکات مالتون به همان کم بی‌زاعت ها دهید، این فرضیت قرآن است. یعنی جناب عالی هم میخواهند که ملت سرجم باشد، در بین مردم کم بی‌زاعت ها کم باشند. در حقیقت اگر همان زکاتی که خدا معین کرده است اگر مردم دهد، قریبی کم بی‌زاعت نمیماند. من صدقه فطر تا نماز عید باید مردم زکاتش رو ادا کنند. خیلی بسیار آدم ها زکات میدهند، ما میدانیم که زکاتشون رو برده به همه کم بی‌زاعت ها و به جایهای معین میدهند، تقسیمات میشود. یا صدقه فطر رو برده میسپارند. در مسجد ها صدقه فطر روی خط با کمیسی مخصوص تقسیم کرده میشود. و اون کم بی‌زاعتانی که مثلا در روی خط محله هستند آنها مراجعت میکنند. مثلا حاضر مسجد مرکزی شیخ مصلح‌الدین به زیاده از 400 نفر مراجعت کرده هستند. کمیسی مخصوص مثلا همان صدقه فطر است یا زکات است، حساب میکنند که مثلا چقدر میرسد، اما تقسیم کرده میدهند. یعنی هدفی هم هدف دین هم همین است که در ماه مبارک رمضان باید کار خیر کار ثواب را زیادتر کنیم. مثلا تاثیر قانون هم هست. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها بسیار تاثیر خود را دارد. آدمان پیش 100 نفر 200 نفر 500 نفر جمع کرده افطار میدادند. مثلا افطار کردن با 10 نفر با 15 نفر و گفتن که ماندگیش ما برده مثلا همان همسایه ها تقسیم کرده میدیم. بعضی ها 5-6 نفر خودشون افطار کردند و همان چیزی که مثلا خرید کردند چون که شما گفتید با کم بی‌زاعتان تقسیم کردند. این ثواب زیادتر است، زیرا وای خاندان وای آباد می شود، دیگه وای جوشد چون که میگویند. البته این کار ثواب بسیار، یعنی بسیار ماه خیر بود. در همه مساجد مولایت نماز تراویح الحمدلله با یک نظام خود خوانده شد. ختم های قرآن در همه مسجدهای و جامع گذرانیده شد. این البته یک نعمت پروردگار بود، ما شکر میکنیم. تشکر استاد، تشکر. و چون گفتیم که روزی جمعه روزی عید است و اون روز البته یک خصوصیت های خاص خود را دارد، چون همیشگی اگر برای بیننده ها یک چیزی گوییم، چون وقتی نماز عید میرن حتما امام تا فرصت نماز قاعده هایی که مثلا چگونه نماز گذاشته می شود میگویند که مثلا چون دوامی 1 سال 1 مرتبه که می شود 2 برابر نماز عید قربانی اگر به حساب گیریم 2 نماز شاید یک فرصتی می شود که از خاطرشون فراموش می شود، یک یادرس میکنم. من میخواستم این وقت خوب گوییم عملی مسلمانان در آن روز عید چگونه باید باشد، یک بار دیگر میخواستم برای بیننده ها یادآوری میکردیم. قبل از آن که همون روز رو بیان کنم، من فکر میکنم که شب عید، بله، شب عید یک شب مبارک است.
ما تلاوت میکنیم، گذشتگان پدر مادر را، بابا اجدادان را یادآوری میکنیم. یک عرفی بهترینی ما بود که یک کاسه آش را به همسایه میدادن. اوش علی شکنام میگیم. بله بله. بله. یعنی وای برای همان یک کاسه آش وای مثلا محتاج نیست. لیکن این هم یک علامتی محبت است که همسایگی است. حتی بعضی مثلا خانه هایی که بدن آشنا است، همسایه رو نمیشناسد. وقتی که همین کار رو میکنه شناسایی پیدا می شود. در آمد برآمد با یکدیگر مهر و محبت پیدا می شود. در شب عید باید یکدیگر رو مبارکبادی کنیم. مثلا جناب عالی با طریق تلویزیون تمام جمهوری رو مبارکباد میکنند. خب ما باید خویش و اقربا رو اقلا با طریق تلفن یک مبارکباد کرده، دوستان نزدیک رو با عید تبریک کنیم، البته خوب می شود. خب بعضی آدمان هستند که با یکدیگر جنگی هستند، همسایه ها، یا که با اکوی خود با اکوی خود یا برادر خود یا با یک خویش خود جنگی هستند. گویند که بیا همیشه من یک خرید کرده 4 تا نان، یک کاسه مثلا تمام گرفته خانه فلان چی بروم گرود، نورا علی نور می شود، بر رحمت خدا سزاوار می شود. اقلا یک تلفن کرده گوید که اکا ما پیام ما چی گذشته باشد، بیایید همیشه عید یکدیگر را بخشیم، گوید نورا علی نور می شود. یا گوید که از من گذشته باشد شما بخشید، از شما گذشته باشد من بخشیدم، گوید همون گفتگی آدم بر رحمت خدا سزاوار می شود. یعنی این شب‌های عید جرأت کرده گفت. بله بله، یعنی اصلاح هست. بعضی آدمان هستن که کلین‌هاشون مثلا خانه پدر برفته ماندگی، یا که دخترشون آماده نشسته، بیا همیشه به عید به من دخترمو برده مانم، گوید، یا که رفته کلینم بیارم، گوید اصلاح همه خاندان شود، آشتی کنند، بسیار نورن الان نور می شود. و کسانی که زکات ندادین زکاتشون همه شب دیان، صدقه فطرشون برده سپارند، کاری خیر کاری ثواب کنند. سحر عید باشد البته ساعت 6 پگاهی در همه مسجدها نماز عید خوانده می شود. پگاه عید نیت های خیر کرده، سحر عید البته یگان چی خورده بعد باید به مسجد رود. هر سحر گو وای روزدار بود، یعنی امروز من روزدار نیستم گفته، یگان چی تناول کرده، لباس های تازه و آزاده رو پوشیده، یک خوشبویی کرده، فرزنداش رو یک سخنهای نیک گفته برآمده مسجد برود، با اخلاص نماز را ادا کنه. و اون نمازی که خوانده می شود البته 2 رکعت نماز است، نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عیدی رمضان با جمله تکبیراتش که واجب این وقت است، روی آوردن به قبله به جهت کعبه خالصا لله تعالی الله اکبر گفته نیت میکنند. خیر بعضی ها نمیدونن، میگن که ما نمیدونیم، همین 2 رکعت نماز عید همین امام خطیب میخوانم گفته نیت کند کفایه است. مهم نیت است. مهم نیت. همان مسجد به رفت خودش کفایه است و این نیت است. نماز ها که خواندن البته بعد نماز باز یکدیگر را مبارکبادی در همین روز عید یک بیماران را خبرگیری کردن، عیادت المریض یعنی عیادت کردن بیماران، زیارت پدر و مادر، زیارت پیران سالان البته کاری بهترین است. روز دعا است، روز خیر است، روز نیکویی است. هر یک انسان باید این روز را غنیمت داند و ما شکر میکنیم که خدای تبارک و تعالی همه ما تماشابینان رو به این ساعت‌های خیر رسانده است. باز یک بار دیگر من از نام خادمان دین خصوصا مسجد مرکزی شیخ مصلحتی مبارکباد میگویم و دعا میکنم که کسانی که در همین تلویزیون شما کار میکنید همه هاتون خاندانتون آباد باشد، مردم ما خاندانش آباد باشد، دستارخانش پر ناز و نعمت باشد. البته کسانی که تا این وقت از دنیا گذشتن روحشان شاد باشد، کسانی که در خانواده یا در بیمارخانه ها هستند دردهاشان به پروردگار شفای کامل و عاجل عطا فرماید. کسانی که مشکلی دارند، قرضدار هستند یا دیگر مشکلی دارند، خدای تبارک و تعالی آنها را از این مشکلی نجات دهد. هر کس نیتی خیر کند ان شاء الله با مقصد میرسد. خدای تبارک و تعالی مقصد همه را حاصل گرداند. دیار ما تاجیکستان تنج و آباد، ملت ما سرجم تحت رهبری پیشوای ملت ما دایم در امان باشیم و عاقبت کار بخیر باشد. تشکر زیاد استاد.
تشکر زیاد برای سخنانی صمیمی و مبارک بادی. در انجام برنامه من نیز به گفته‌های استاد شادی شریک هستم، همراه میشوم و همه شما بیننده های ارجمند را با فرارسی عیدی سعیدی فیتر عیدی سعیدی رمضان صمیمانه مبارک باد میکنم. آرزو میکنم که بگذار آن بهره هایی که از این رمضان گرفتیم تا رمضان دیگر آن را در خود بازم تکمیل دهیم و تا کمالات خوب انسانی رسیده باشیم. با امید اون که هر یکی از این برنامه برای خود برداشت های تازه کرد. اینجا برنامه در صحبتی صاحب دلان حسن انجام می‌یابد. استاد بار دیگر به شما سپاس، تشکر زیاد. خیر بیننده های ارجمند، خانواد و سربلند و کامیاب باشید.